سرگذشت گوست برمیگرده به دوران کودکی پسری به اسم سایمون رایلی که در شهر منچستر انگلستان به همراه پدر و مادر و برادرش زندگی می‌کرده. دوران کودکی سایمون خیلی سخت و تاریک بود. پدر اون یه انسان بی‌مسئولیت و معتاد بود که بعد از مدتی از مادر سایمون که به پدرش خیانت کرده بود جدا میشه و مادر سایمون از اونجا به بعد خونه رو ترک میکنه و سایمون از اون به بعد با برادر و پدرش زندگی میکنه. پدری که معتاد بوده و مدام سایمون رو کتک میزده و به هر بهانه‌ای اون رو اذیت می‌کرده. برادر سایمون هم یه پسر ولگرد و عصبی و دامالخم بود و میونه خوبی با سایمون نداشت. شاید باور کردنش سخت باشه، اما ماسکی که سایمون یا همون گوست به صورتش میزنه برمیگرده به همین مسئله. پدر و برادر سایمون توی دوران کودکیش با ماسکی شبیه به ماسک فعلی گوست، یه چیزی شبیه جمجمه شباونو تا سرحد مرگ میترسوندن و این ماسک برای سایمون تبدیل شده بود به بزرگترین ترس اون، چیزی که باید تمام طول عمرش باهاش کنار میومد. بعد از مدتی پدر گوست به خاطر حادثه‌ای نیش زدن مار کشته میشه. اون مار به صورت سایمون هم حمله میکنه و صورت اون رو زخمی میکنه. برادر سایمون هم بعد از مصرف زیاد مواد مخدر و الکل خودکشی میکنه و از دنیا میره و به درک واصل میشه. خیالم راحت شد، کیف کردم. باهات موافقم، حقش بود. بعد از مرگ پدر و برادرش، مادر سایمون هم که وضعیت خیلی خوبی نداشته خودکشی میکنه و سایمون بعد از شنیدن این خبر تصمیم میگیره که از بخش تاریک زندگیش تا جایی که میتونه فاصله بگیره و برای اینکه به خودش و دیگران ثابت کنه که اون شجاعه و با ترساش مقابله کنه به ارتش انگلستان ملحق میشه و با این کارش به نوعی میخواد با تمام ترس‌ها و آسیب‌های دوران کودکیش مقابله کنه. سایمون با توجه به گذشته تلخی که داشته با انگیزه خیلی بالایی توی ارتش فعالیت خودش رو شروع میکنه و خیلی زود با تلاش سخت‌کوشی زیاد بعد از گذراندن دوران آموزشیش تبدیل میشه به یکی از بهترین سربازای ارتش انگلستان. بعد از اینکه استعداد نهفته و آتش اون رو برای خدمت در ارتش میبینن، سایمون رو به عضویت SAS در میارن و به گروه MI6 ملحق میشه که زیر مجموعه SAS است. گیجمون کردی بابا. MI6 چیه؟ من کیم؟ تو کی هستن؟ داستان چیه؟ نکته خیلی خوبی بود، مرسی که پرسیدی. MI6 رو اگه بخوام خلاصه بگم سازمان عملیات ویژه مخفیانه انگلستان بود. سایمون بعد از اینکه عضو گروه MI6 و SAS میشه، برای اینکه با تمام ترس‌های بچگیش مقابله کنه و این رو همیشه یادش باشه که باید همیشه و هر لحظه از زندگیش شجاعت داشته باشه و بتونه با مشکلات زندگیش بدون ترس دست و پنجه نرم کنه، ماسک گوست رو به صورتش میزنه و مسیر جدید زندگیش رو شروع میکنه. پس ماسک داستانش این بوده؟ یه چیزی مثل بتمن بوده؟ تو همش باید تو نقطه اوج بپری وسط حرف من آخه. ای بابا داشتم حس میگرفتم. آره خودم هم جوگیر شده بودم. خب بگو بقیه‌شو. خلاصه ماسک گوست برای اون یادآور دوران تلخ کودکیش بوده. گوست بعد از عضویت از سازمان SAS رفته مهارت‌های زیادی به دست میاره و قدرت اون توی مبارزه زبان زده عام و خاص میشه، جوری که به اون لقب وان من آرمی رو میدن. یعنی ارتش یه نفره. بله، در واقع گوست اولین سرباز فوق حرفه‌ای SAS میشه. گوست بعد از رسیدن به این درجه توی مأموریت‌های زیادی شرکت میکنه که اکثرا عملیات‌های رنجری چریکی مخفیانه مثل نفوذ، خنثی کردن حملات تروریستی و از این دست عملیات‌ها بوده. والا که گفتی چه ربطی به مدرن وارفر داشت؟ اگه شما اجازه بدی الان همینو می‌خواستم بگم. گوست بعد از انجام عملیات‌های بزرگ و موفق و رزومه خوبی که برای خودش دست و پا میکنه، توجه ژنرال شپرد رو به خودش جلب میکنه. داستان یکم پیچیده است. توی مدرن وارفر 1 یعنی زمان کاپیتان پرایس، تمام نیروی عملیاتی ویژه که به رهبری کاپیتان پرایس هدایت میشد، به غیر از خود کاپیتان پرایس و سوپ کشته میشن و نیروی عملیاتی اونها تقریبا از هم میپاشه. سوپ مگه غذا نبود؟ من کی گفتم سوپ؟ ای بابا، اون که اصلا یه چیز دیگه است. اینجا بعد از اینکه نیروی عملیات ویژه اونها از بین میره، ژنرال شپرد وارد داستان ما میشه و به کاپیتان پرایس میگه که من چون افراد تو کشته شدن، قصد دارم یه نیروی عملیاتی ویژه جدید بسازم و افراد جدید و حرفه‌ای رو به عضویت بگیره تا به جای نیروی عملیاتی قبلی فعالیت کنن و به کاپیتان پرایس پیشنهاد میده که رهبری این گروه ویژه رو به عهده بگیره و کاپیتان پرایس هم پیشنهاد اون رو قبول میکنه و نیروی عملیاتی ویژه تاسک فورس 141 شکل میگیره که نیروهای ترکیبی از سربازای آمریکایی و انگلیسی هستند. در واقع ترکیبی از نیروهای SAS و دلتا فورس. گروه تاسک فورس 4 تا فرمانده داشت و یه رهبر اصلی و یه فرمانده کل که ژنرال شپرد بوده. رهبر اصلی اونا میشه کاپیتان پرایس و فرمانده های اون مکتاویش یا همون سوپ
که از دسته گروه کاپیتان پرایس بوده، خود کاپیتان پرایس، سندمن و گوست. بله، سرنوشت گوست که الان بعد از طی کردن مراحل سخت زندگی یه فرمانده تمام عیار بود، اینجا یه داستان و به واسطه یه گروه تاسک فورس 141 به کال آف دیوتی مادرن وار پیوند میخوره. گوست بعد از عضویت توی گروه تاسک فورس از طرف ژنرال شپرد لقب گوست رو میگیره و به چیزی که امروز ما میشناسیم تبدیل میشه. گروه تاسک فورس بعد از چند سال عملیات مخفیانه و چریکی موفق به یه مأموریتی اعزام میشه و طی اون گوست به همراه کاپیتان پرایس وارد عملیاتی میشه که توی اون عملیات قرار بوده رهبر یه گروه تروریستی روسی به نام ولادیمیر ماکاروف رو دستگیر کنن. این مأموریت با خیانت یکی از اعضای گروه شکست میخوره و توی اون عملیات کاپیتان پرایس با به خطر انداختن جون خودش و فدا کردن خودش تیمش رو نجات میده و باعث میشه که بقیه اعضای گروه بتونن نجات پیدا کنن و توی اون عملیات کاپیتان پرایس توسط ارتش روسیه دستگیر میشه و به زندان گولاگ فرستاده میشه و اونها فکر میکنن که کاپیتان پرایس برای همیشه مرده و فرماندهی گروه تاسک فورس رو به مکتابیش یا صبح میدن. بعد از مدتی اونا تصمیم میگیرن که عامل لو رفتن عملیات رو پیدا کنن تا به واسطه اون به عاملین اصلی پشت پرده برسن. در جریان عملیات و پیگیری این که چه کسانی باعث لو رفتن اونها و شکست تیمشون شدن، ردی از زنده بودن کاپیتان پرایس پیدا میکنن و مطلع میشن که اون هنوز زنده است و توی زندانی به اسم گولاگ در روسیه زندانی شده. اونها که جونشون رو مدیون فداکاری کاپیتان پرایس بودن، تصمیم میگیرن با یه نقشه حرفه‌ای وارد زندان بشن و کاپیتان پرایس رو نجات بدن. گروه تاسک فورس بعد از دستگیری عوامل لو رفتن عملیات، اونها رو تخلیه اطلاعاتی میکنن و میتونن موقعیت دقیق پرایس رو پیدا کنن و طی عملیاتی به رهبری گوست و صبح با ورود مخفیانه به زندان و شبیخون زدن موفق میشن کاپیتان پرایس رو از گولاگ نجات بدن. در همین زمان ماکاروف که تونسته از عملیات دستگیری خودش فرار کنه، تصمیم میگیره که یه بمب اتم رو به طرف آمریکا پرتاب کنه. این خبر که به گوش گروه تاسک فورس میرسه، تصمیم میگیرن که این اقدام ماکاروف رو خونسا کنن و اون رو برای همیشه دستگیر کنن. ژنرال شپرد فرمانده کل عملیات دو نقطه احتمالی از جای ماکاروف رو به گروه تاسک فورس میده که اولیش افغانستان بوده و دومیش آذربایجان. نیروهای تاسک فورس برای اینکه بتونن هر دو قسمت رو پوشش بدن، به دو قسمت تقسیم میشن. پرایس و مکتاویش به افغانستان میرن و گوست و روچ به سمت آذربایجان میرن. گوست و روچ به آذربایجان میرن و بعد از پاکسازی آذربایجان میبینن که خبری از ماکاروف نیست. بعد از برقراری ارتباط با ژنرال شپرد و پرایس متوجه میشن که ماکاروف توی افغانستان هم نبوده. اینجا قضیه خوره بودا نشد. آره دقیقاً. ژنرال شپرد به هر دو گروه دستور میده که اطلاعات به دست اومده رو جمع آوری کنن و به پایگاه برگردن. زمان برگشت گوست و روچ توی کمین دشمن میافتن و درگیر میشن و روچ زخمی میشه. گوست که شرایطو خیلی خطرناک میبینه، به ژنرال شپرد اطلاع میده که روچ مصدوم شده و نیاز به کمک دارن. ژنرال شپرد هم به اونها یه مختصات میده که به اونجا برن تا نیروهای تاسک فورس برای نجاتشون به اونجا اعزام بشن. در همین زمان گروه کاپیتان پرایس تصمیم میگیرن که از شبکه بی سیم اونها خارج بشن تا بتونن به شبکه بی سیم دشمن وصل بشن و اطلاعات اونها رو شنود کنن. گوست به هر سختی که شده و به صورت کشون روچ رو نجات میده و به مختصاتی که ژنرال شپرد براشون فرستاده بود میرسونه. ژنرال شپرد با یه هلیکوپتر به همراه نیروهای ویژه از راه میرسه و گوست در حالی که داره روچ رو میکشه تا به داخل هلیکوپتر برسه، ناگهان ژنرال شپرد در کمال ناباوری روچ و گوست رو میکشه. در همین زمان و بعد از مرگ گوست و روچ، کاپیتان پرایس که اطلاعات دشمن رو شنود کرده به شبکه بی سیم نیروهای خودی وصل میشه و ما از بی سیم صدای اون رو میشنویم که داره فریاد میزنه: به شپرد اعتماد نکنید، به شپرد اعتماد نکنید. و داستان زندگی گوست اینجا به پایان رسید.